به نام خدا با عرض سلام و ادب خدمت شما تمامی بینندگان عزیز و ارجمند. روز به چشمی اشتباه توپگیریالی از بازیکنان شمس و زر ضربه زده شده و توپ به کرنل میره با واکنش آدان. بازیکنان سبزپوش شمس و زر از سمت راست صاحب توپ هستن. مهدی ممیزاده رو پای چپ ارسال بلند روی تیر دورتر، یک ضربه سر از معامله‌گری خطرناک بود و علیرضا کوشکی از یک بازیکن به خوبی عبور میکنه، ضربه‌ش هم میزنه و توپی که جعفرپور میگیره. کماکان بازیکنان استقلال مهران احمدی رو پای چپی شلیک وحشتناک و گل توی دروازه، یه شلیک و ضربه خیره کننده از مهران احمدی و از این قشنگتر نمیشد دروازه شمس و زر رو باز کرد. میلاد سورگی میاره رو پای راست پشت محوطه، ضربه بی‌دقت و کجا زد. ارسال بلند داخل محوطه جریمه، یک ضربه سر آدان توپ رو برمیگردونه در ریباند و توی دروازه. گل تساوی توسط صاحب محبی به ثمر میرسه. شمس و زر به بازی برمیگرده و بازی رو به تساوی میکشونه.